بسم الله الرحمن الرحیم. خسته نباشی. برای من سلمان هستم از قزوین، خدمتتون زنگ میزنم. آقا سلمان از قزوین، بفرمایید برادر عزیز. جناب آقای انصاریان، من یه شیعه هدایت یافتم. البته خیلی وقت شبکه شما رو میبینم، ولی هر وقت زنگ زدم موفق نشدم با شما تماس بگیرم. من حدود 2 سالی است که شبکه کلمه رو نگاه میکنم که اونم همین برادر شما هستن، اعتقاداتشون با شما یکیه. درست. من یک روز هم برنامه شما رو میدیدم جناب. اولا که من براءت میکنم از سخنه همشهری ما آفت الله ابوالکذب قزوینی هست که صحبت میکنن. حقیقتا آیت الله نمیشه و ایشون آفت الله. به قدری هم که دروغ گفتن به اسم ابوالکذب معروفن. همه قزوینی ها اینجوری نیستن جناب آقای انصاریان. قزوین یک تاپرات زیاد داره، موحد زیاد داره و کسانی هستن که از امثال این آقا براءت میجوین، اصلا حتی شرمشون میاد این آقا رو همشهری خودشون حساب آقا بکنن. سلمان عزیز، ما قزوین رو با ابن ماجه قزوینی رحمت الله علیه یکی از محدثین بزرگوار اهل سنت میشناسیم. البته. بله. بفرمایید. جناب آقای انصاریان، من حقیقتا خوشحالم برای اولین بار که با شما تماس برقرار میکنم. ما شبکه کلمه زیاد صحبت میکنم، یکی از هواداره تعارف گرسشون هستم. جناب آقای انصاری، من خواستم یه مسئله رو از شما بپرسم درباره این آفت الله ابوالکذب که به خودشون انقدر جرأت دادن که انقدر مشرک. والا حقیقتا من روم نمیشه، ولی باید ببخشید که تو این شبکه توحیدی این حرفو میزنن درباره اون 52 سوال بیشرمانه ای که وقیانه این گستاخ رافضی کردن درباره نوامیس ام المؤمنین عایشه صدیقه بنت ابوبکر صدیق. ببینید مقام ابوبکر چقدر بالا بوده جناب آقای انصاریان. حتی بعد از جریان معراج رفتن حضرت محمد که بعد از اینکه اومد جریان شب اسرا رو تعریف کرد، مشرکین مکه شنیدن اومدن خدمت ابوبکر صدیق گفتن حضرت محمد صلوات الله علیه همچین حرفی میزنه. اومدن صدق گفتارش رو از ابوبکر بپرسن. حضرت ابوبکر رضی الله عنه برگشت گفت اگر محمد همچین حرفی میزنه من قبول میکنم. من ایشون حتی به بالاتر از این چیزها قبول دارم. جناب آقای انصاریان، اون وقت به همچین رافضی بی سواد گستاخی به ناموس بهترین فردی که از اول خاتم تا آخر آدم نیومده داره تهمت میزنه. این آدم واقعا همین لایقش هست که بگید ببخشید میخوام دیوس هست. تشکر آقا سلمان. میخوام البته تو شبکه جهانی این حرفا میزنم. الله متعال یاد یادداشتم بود. من گوشم با شما حسین آقای انصاریان. سلامت باشید برادر عزیز بزرگوار. الله سبحانه و تعالی به شما صبر و ثبات در این راه نصیب بکنه. تشکر از شما.